روز 7 صفر. سلام. امروزم دوباره یه گشت رایگان با تور داریم که قراره ما رو تپه گنجشکا ببرن، کلیسای منجی ببرن و گشت خیابون آرباتو داشته باشیم. بریم ببینیم که این گشت های رایگان شامل چه چیزایی میشه. اینم صبحانه. پروژه‌ای رو نداشته و این پروژه ناقص میمونه. داره حکومت میکنه، حالا هر دستوری که میده یا هر امری که میکنه. سلام از روز آخر تور و مسکو گردی. اولین گشتمون رو با کلیسای منجی شروع میکنیم. بریم که داخلش رو ببینیم. فکر کنم این کلیسا میتونه کلیسای جامعه اینجا باشه و اینکه باید رعایت کنیم. کلیسای منجی. بریم داخل. عکاسی و فیلم برداری بله گویا ممنوعه. از همین در ورودیش فقط میتونم بگیرم. شمع چی؟ شمع چی؟ آها شمع بخری بذاری؟ ببینم دارم. اینجا آرزوهاتو می نویسی، تو یکیش هم گناهاتو می نویسی. سازن این مجموعه رو و با ظرفیت بالا و 82,000 نفر مسکو سیتی و با افتخار از این ماشین ها نصیبمون کن. ایشالله ایشالله. تو نور کرمو. 7 خواهران گروهی از 7 آسمان خراش در مسکو هستش که به سبک باروک و گوتیک روسی ساخته شده. این برج‌ها از ساختمان شهرداری در منهتن الهام گرفتن. در اون زمان بلندترین ساختمان‌های اروپا بودند و ساختمان اصلی دانشگاه همین که در تصویر می‌بینید دانشگاه دولتی مسکو و بلندترین ساختمان اروپا تا سال 1997 بوده. برخی دیگه از ساختماناش به عنوان هتل، ساختمان اصلی وزارت امور خارجه استفاده میشه. دستور ساخت 7 خواهران مسکو توسط استالین به منظور ترویج پیروزی و بازسازی اتحاد جماهیر شوروی پس از ویرانی جنگ جهانی دوم بودش. این آسمان خراش‌های استالین در 800مین سالگرد مسکو در سپتامبر 1947 پایه‌گذاری و در سال 1957 4 سال پس از درگذشت استالین به پایان رسید. پیست اسکی که در زمستون شروع به کار میکنه. وسط شهر. البته به اینجا میگن تپه گنجشکا بالای شهری موجودن. بریم از اون سمت ببینیم. مسکو سیتی منطقه مدرن و در حال گسترش در حاشیه رود مسکو هسته. این منطقه از اوایل دهه 1990 میلادی به عنوان پروژه برای نوسازی شهری آغاز شد و هدفش تبدیل بخشی از مسکو به منطقه تجاری در سطح جهانی بودش و با گذشت زمان و سرمایه‌گذاری‌های متعدد داخلی و خارجی الان مسکو سیتی به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین و نمادین‌ترین مناطق شهری و جای دیدنی مسکو تبدیل شدش. تنها تصوری که از روسیه من نداشتم قبل از اومدن اینه که مثل شمال باشه. واقعا همه جا سرسبز، تمیز، جنگلی. نگاه کن اصلا عین شمال. رود مسکو. سمت چپمون هم نیروگاه بحث گرمایش آب شهریه که به صورت گازی داره کار میکنه. کنترلش توسط شرکت گازپروم انجام میشه و مرکز اصلی گرمایش حلقه اول مسکو هستش. و جلوتر شما دوستان این حالا پل شیشه‌ای رو اگه ازش عبور بکنیم جلوترمون نلرسون دیگه. حالا لعنتی راننده آیا میگم ما این رانندگی داغونش میلرسونه. پلک بزن.
خیابان آربات. به به. واو. آقای الکساندر پوشکین شاعر پرآوازه روسی در سال 1799 در طبقه اشراف و در شهر مسکو چشم به جهان گشودش. آقای پوشکین در اوایل زندگی خوبی داشت اما داستان عاشقانه غم انگیزی داره. ایشون با خانم ناتالی که یک خانم زیبارویی هم بودن ازدواج کرده بودن، اما پشت سر خانم ناتالی و آقای دانتس که یک افسر جوانی هم بود، بعد از یک مدت شایعات زیادی اتفاق افتاد. با اینکه آقای پوشکین به خانمشون اعتماد داشتن، ولی به خاطری که شایعات زیاد شده بود، آقای دانتس رو به دوئل دعوت میکنه و در اون دوئل زخمی میشه و 2 روز بعد از دنیا میره. از قشنگی های خیابان آربات بریم سریع تا ته خیابون و ببینیم این شکلات فروشی معروف رو پیدا میکنیم یا نه. اوه، ماتروشکه های بی ادبی ندیده بودیم که دیدیم. اینا 299 ولی کوچولوه. چه ناراحته. بازیگر مورد علاقه من کیرا نایتلی، هنرمندان خیابانی. اینم سماور. بله اینم فروشگاه انتهای خیابان آربات. از این شکلات‌های سنتی روسیه رو میتونید با قیمتش مناسب تهیه کنید. یکی از شعباتش اینجاست. بریم اصل شکلات رو پیدا کنیم. همه جا گل، واقعا کشور. خب اینم سماور آربات. من و سماور. نونیست قبول نمی‌کنی؟ ندارم نه. خب قبول کرد یه 10 تایی. ما دوتا خریدیم، الان مال ما دیگه بقیه نداره، فقط کارتو بده دوبار بزنیم. اون ساعت 10 تا دادیم. میشه دیگه. سوار مترو بشیم بریم دوباره سمت یکی از پاساژها و بریم اینجا یک سدان میان. بریم. بفهمید. بازم شرکت باز نشد. شاید من بوده بودیم. یه ایستگاهه.
سمت پاساژ آخودنیا. گردن مرغ پخته شده در سس شیرین. یه دونه پا اگه میخواید 90 روبل. پای با تند کچابی. نمیدونم چیه. اینجا یه فروشگاه چینیه. آره چینه فکر میکنم، کره نیستش. فقط اینو نگاه کنید، خدا چه خاره، چقدر ننه ای. آخه جو نگاش کن چقدر خوشگلن. جنساش معمولیه. بچه ها اینجا همه چیزای آرمای مسکو رو 1400 روبل. خب اینجا یه شعبه توی پاساژ آخدونیا. قیمتاش حدوداً شبیه اون یکیه. الا اینو میده 69 تا، ولی چیز نداره، پلاس نداره. از این برش عکس بگیریم. محبت قشنگ. چه فضای قشنگی داره اینجا روبروی مترو. الهی بریم اون ته. فیلم زیاد جالب نشد. گربه ها، از این گربه ها. برای تویی بریم. آخرین شب مسکو رو اومدیم دوباره سن باسیل و میدون سرخ. دلم نمیخواد برگردم. من دلم سفر میخواد. فردا صبح زود باید برگردیم. چرا؟ فرودگاه مسکو. اگه ماتروشکا یادت رفته باشه بخوای 28 یورو با پول ورزش ما. یکی از فرودگاه‌های مسکو. گیت 18 باید پیدا کنم. خیلی دوره گیتمون، ته 19. 19 و 40 دقیقه؟ چی؟ 19 و 40 دقیقه؟ قشنگه، نگاه کن دریای ابر. ولی درود بر ایران. دستشویی ایرانی. غذای ایرانی. یالا میشینه. تیم به وطن. امیدوارم از سفرنامه روسیه لذت برده باشی. بقیه روزهای سفرم توی کانالم مشاهده کن.